سلام به همه دوستان. امروز اومدیم تو بخش لیزر طراحی‌های جدید انجام دادیم برای پلاک چرخ‌دنده. بعد از طراحی‌هایی که انجام شده انتقال داده شده به دستگاه لیزر و برشاشون انجام میشه و میرن برای مراحل بعدی و مونتاژ. الان میخوایم برشا رو بهتون نشون بدیم که چقدر با دقت و کیفیت انجام میشه. الان چیزی که میبینید طراحی‌هایی که انجام شده با دقت خیلی بالا داره برش میخوره و انشالله بعد میریم برای مرحله مونتاژکاری و خامکاری چرخ‌دنده. خب قطعه‌هایی که با دستگاه لیزر برش خوردن با کیفیت فوق‌العاده بالا آماده شدن برای قسمت خامکاری. قالب خامکاریمون قبلا آماده شده و با استفاده از یه پرس ضربه‌ای خامکاری قطعه رو انجام میدیم. خب خامکاری قطعه با کیفیت خیلی بالا انجام شد. میره برای قسمت مونتاژکاری. اینا هم قطعه‌ای هستن که آماده شدن برای قسمت مونتاژکاری. اومدیم قسمت مونتاژ. پلاک‌های چرخ‌دنده هستن که تمام قطعات چرخ‌دنده روشون نصب میشن. برای اینکه یه چرخ‌دنده بخواد آماده بشه یه سری قطعات نیاز داره که من اونا رو یکی یکی بهتون توضیح میدم. یاتاقان‌های برنجی هستن، تسهیل کننده چرخش چرخ‌دنده و با تکنولوژی متالورژی پودر تولید شدن. دومین قطعمون چرخ‌دنده‌های فولادیمون هستن که اونم با تکنولوژی متالورژی پودر با کیفیت عالی و طراحی خاصی تولید شدن. قطعه بعدی پیچ و مهره‌های فولادیمون هستن برای نصب کردن قطعات بر روی پلاک. قطعه بعدیمون بوشنهای فلزی هستن که تو دو قسمت استفاده میشن. یکی داخل پیچ و مهره‌ها استفاده میشن که برای استحکام داخلی چرخ‌دنده هست و قسمت بعدی داخل تفلونامون استفاده میشن. تفلونای ما آنتی یووی دار هستن، کیفیت فوق‌العاده‌ای دارن و مقاومت بالایی در مقابل آفتاب دارن. اینم یه نمونه از چرخ‌دنده‌ای هست که مونتاژ شده.